الله سبحانه و تعالی می فرماید قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی را که شما من دون الله، غیر از الله اله میدانید ولو اینکه اونا مستحق عبادت نمیدانید. بسیاری میگویند ما اونها را مستحق عبادت نمیدانیم، اما به این نیت عبادت میکنیم که آنها برای ما شفیع بشوند، برای ما نماینده بشوند، ولو اینکه خودشون لایق پرستش نیستند، ولی اعمال عبادی را برای آنها انجام میدهیم. بگو کسانی که چنین اعتقادی دارند لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یک ذره در آسمان ها و در زمین اختیاری ندارند. چرا اینها را عبادت میکنید، پرستش میکنید، شفیع قرار میدهید، تقرب میجویید؟ اینا که اختیاری ندارند در آسمان ها و زمین. الله نه به اینها اختیاری داده، نه ذاتاً اختیار دارند، نه به اونها عطا شده. پس عبادت به چه معناست؟ بیاید اونها را صدا بکنید، پرستش بکنید، تعظیم بکنید، همانند خداگونه او را تعظیم بکنید. و ما لهم فیهما من شرک، در آسمان و زمین در امور تکوینی شراکتی هم ندارند. در نظام غیبی در امور تکوینی شراکتی با خدا هم ندارند، مالکیتی هم ندارند. و ما لهم منهم من ظهیر، معاونتی هم ندارند که بیاند الله را معاونت بکنند در امور تکوینی، در نظام غیبی الله را کمک بکنند. الله نیازی ندارد. پس اینها چرا پرستیده می شوند؟ چرا به اینها مراجعه می کنید؟ بیاید مستقیم به الله مراجعه بکنید. جلوتر الله سبحانه و تعالی می فرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، شما که به اینها مراجعه می کنید به این نیت که اینا وسیله قرار بگیرند. امروز یک مشکل بزرگ مسلمانان اینه که پرستش غیر الله را میگن اینا وسیله اند. پرستش غیر الله وسیله می شود که ما به الله برسیم. پرستش غیر الله که وسیله نیست، اون عبادت است. وسیله الله سبحانه و تعالی می فرماید این نماز و روزه و ایمان و محبتت به الله و رسول و تلاوت قرآن و همه اعمال خیر و طاعات و عبادت وسیله اند. شخص بین الله و بین خود اشخاص را وسیله قرار ندهید، ولو اینکه اون شخص هرچی بزرگ باشد، ملائکه باشد، انبیا باشند، صالحین باشند، شخص را وسیله قرار ندهید. پرستش اون شخص را وسیله قرار ندهید، تعظیم اون شخص را وسیله قرار ندهید. فرمودند اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، آنها خودشان محتاج وسیله اند، دنبال اینند که الله را بپرستند به وسیله نماز و روزه و زکات و حج و اعمال خیر. ایهم اقرب، که هر کدوم یکی خودش به الله نزدیک بکند. یرجون رحمت، امیدوار رحمتی او هستند. و یخافون عذاب، از عذاب او میترسند. اونا خودشون از عذاب الله میترسند، خودشون در تلاشند که رحمت الله را به دست بیارند، خودشون محتاجند، خودشون ضعیفند. چطور میتوانید که یک ضعیف به ضعیف دیگر متوسل بشود؟